رادیو کتاب در خدمت نویسنده‌ها، معرفی کتاب، برنامه‌ای برای فر فرهنگ. ما در کانال یوتیوب رادیو کتاب گرد آمده ایم و سخنهای مختصر خود به نام خداوند دانا و دادگر شروع میکنم. تا یکی از کتب معتبر دنیا را که در مورد حقوق نوشته شده. بخش اول ما به مسئله ماهیت عدالت ترمیح مدرن البته و روابط آن با نهادهای عدالت سنتی. من سوال زیاد دارم ولی از دل شما سوال نمیکنم، از دل خود سوال من این است که آیا همین اصطلاح درستی است که ما در مورد شوراها و جرگه‌های محلی هم اصطلاح عدالت را به کار ببریم؟ من کمی چین شدم، ناراحتم شدم، گفتم من تعجب میکنم که نو قاضی دروغ میگه. بزرگترین قضات نفهمیدیم که عدالت یا عدالت با قید ترمیم چگونه تعریف میکنه. در عدالت جزایی هر جایی که دنیا دو چیز فراموش میشه، قربانی و جامعه. در عدالت ترمیمی توجه بیشتر سر قربانی و جامعه است. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایطی که دنیا در تب و تاب جنگ گرفتار است و قدرتمندان بیرحمانه در صدد تسلط بیشتر بر منابع زمینی هست و در این راه از هیچ انسان کشی عبا ندارند، جمع ما در کانال یوتیوب رادیو کتاب گرد آمده ایم تا یکی از کتب معتبر دنیا را که در مورد حقوق نوشته شده و در نوشتن آن یکی از پروفسوران حاضر سهمی بزرگی داشته به معرفی بگیریم. ما دلبریده از دنیا و قدرت و سیاست در جستجوی حقیقت هستیم تا حقیقتها را بشنویم و در این مورد پروفسور صاحب دکتر علی وردک توضیحات خواهد داد. در قسمت دوم باز ما در مقدمه پروفسور صاحب معرفی میکنم که چقدر زحمت کشیده و چی کارا کرده. آل ایشان از روی فرمایشاتشان و از روی کتابشان میشناسیم. دکتر صاحب در خدمت شما هستیم، بفرمایید پروفسور صاحب. تشکر استاد محسن بزرگ از دعوت به این برنامه وزین رادیو کتاب. ما سخنهای مختصر خود به نام خداوند دانا و دادگر شروع میکنم و به همه بینندگان و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم. کتاب مورد بحث امروز ما به دو جزء یا به دو بخش کلام تقسیم شده است که بخش اول محتوی 2 فصل است و تقریبا 12 فصل و جزء دوم 3 فصل و تقریبا 15 فصل است. در بخش اول ما به مسئله ماهیت عدالت ترمیح مدرن البته و روابط آن با نهادهای عدالت سنتی در کشورهای مختلف مثلا را به تحلیل میگیریم و این بخش باز به 2 فصل عمده و چندین مبحث تقسیم شده که در فصل اول ما تکامل تاریخی عدالت ترمیمی و سیاق‌های محلی، ملی و بین‌المللی را به بررسی میگیریم. در فصل دوم که 5-6 مبحث دارم، مسئله کاربردهای عدالت ترمیمی مدرن در کشورهای پیشرفته غربی را بررسی میگیریم و مخصوصا در نیوزلند و کانادا و استرالیا و همچنان در امی فصل مسئله روابط عدالت رسمی و غیر رسمی به خاطر ترویج عدالت ترمیمی را بررسی میکنیم.
در جزء دوم بزرگ که ما صادقانه بگویم مسئول نوشتنش بیشتر پروفسور دکتر محمد احمد المنشاوی است که از همکاران سابق ما بوده. بخش سوم به 3 فصل تقسیم شده که در هر 3 فصل اشکال مختلف آشتی در مسائل جزایی و وساطت یا میانجیگری در مسائل جنایی را به بحث میگیریم. کتاب در 262 صفحه نوشته شده و فکر میکنم و تقریبا دقیقا 259 منبع انگلیسی، فرانسوی و عربی در آن استفاده شده. خب چون اکثر مشترکین این برنامه وطندارای همشهریان افغانستان هستند، ما کوشش میکنم که تمرکز بالای بخش اول کتاب و که مختص به مسائل به مدل ترکیبی عدالت رسمی و غیر رسمی در افغانستان است مختص میسازم. ولی قبل از آن بهتر است عدالت ترمیمی را هم تعریف کرده بتانیم، به خاطر که تعریفات مختلف از او شده و بدون شک تعریفات مختلف داره و علما در این باره کم اختلاف نظر هم دارن. این را براتون میخوانم. عدالت ترمیمی پروسه است که تا حد امکان همه اطراف ذی دخل در یک جرم یا نزاع را دخیل ساخته تا به شکل جمعی اسرار، نیازها و مکلفیت‌های ناشی از جرم را برای رسیدن به اهداف ترمیمی تشخیص و بررسی نمایند. و اهداف ترمیمی به طور عمده ترمیم روابط بر هم خورده بین مجرم، مجنی علیه و جامعه محلی و جامعه بزرگ، اعاده حیثیت و عزت النفس، جبران خسیره و مخصوصا التیام بخشی می باشه. چیزی که به اینجا بسیار مهم است، همون سهمدار اصلی در یک جرم، در یک حادثه جرمی یا نزاع، مخصوصا جرم مجنی علیه است نه مجرم، به خاطر که مجنی علیه بیشترین ضرر را در نتیجه عمل جرمی متحمل شده است. البته مجرم چون عامل جرم است و همچنین جامعه محلی اولا قبل از جامعه بزرگ کلان یا جامعه ملی. و چیزی که مهم است ایست که اینها همه به حیث سهمداران در یک عمل جرمی یا نزاع کوشش میکنن چاره سازی کنه برای مشکلاتی که از طریق جرم برای همه خلق شده است، ولی این چاره سازی باید از طریق دیالوگ و تصامیم به شکل جمعی که برای همه قابل قبول باشه اتخاذ می شود. در بخش اول با وجود که کتاب بیشتر با مسائل حقوقی و قانونی مخصوصا در قوانین شرقی میانه تمرکز میکنه، ولی کشورهای شرقی میانه مصر و اردن و حتی ترکیه و کشورهای دورشان عدالت جزایی یا از طریق نهادهای رسمی تأمین میشه و یا از طرق اونا برشان العدالت العشائریه میگه یا العدالت تقلیدیه، عدالت سنتی از اون طرق. ولی یک مدلی که این هر دو را با هم پر زنه وجود نداشت. بنابراین دانشمندایی که ما با اونا کار کردیم مخصوصا دکتر منشاوی بسیار علاقه زیاد در مورد مدل ترکیبی که ما و همکارانم برای سازمان ملل متحد در 2007 پیشنهاد کردیم. این مدل را بسیار در این جزء اول سرش بسیار بحث کردیم که او قابل تطبیق شه در کشورهای مختلف اسلامی. و سوال هم در میگه است که ما چگونه میتونیم عدالت ترمیمی مدرن را در کشورهای شرقی مخصوصا کشورهای اسلامی بدون وارد کردن به شکل کورکورانه ترویج کرده بتانیم و تطبیق کرده بتانیم. در اینجا ما باید یادآور شوم که این مدل ترکیبی عدالت رسمی و غیر رسمی با اساس یک تحقیق سراسری در 32 ولایت افغانستان بنا شده است و یافته های عمده ما در پروسه پژوهش این بوده که محاکم، پلیس و څارنوالي ها و همچنان شاهوالی
از فاسدترین نهادهای عدل در افغانستان بوده و 80% مردم در افغانستان به جای محاکم به شوراها و جرگه ها و دیگر نهادهای عدالت غیر رسمی مراجعه میکردن. و همچنین یافتهای ما این بوده که عدالت غیر رسمی یا سنتی سریعتر بوده، کم هزینه تر بوده، شفافتر بوده و قابل دسترسی بیشتر بوده. همچنان و چیزی که بسیار مهم است که عدالت را از طریق دیالوگ تامین میکرد و نتیجهش آشتی بود به جای مجازات و عقاب. بنابراین این خاصیت های بسیار ترمیمی است بدون شک، ولی در عین زمان نهادهای سنتی یا غیر رسمی عدالت جوانب بسیار منفی هم داشت. مثلا در پروسه عدالت زنها یا هیچ حضور نداشتن، خانم‌ها، و یا ای که حضور کمرنگ یا غیر مستقیم داشتن و این کار در بعض اوقات منتج به نقض حقوق زنان، اطفال و حقوق بشر به شکل عمومی شد و حتی در بعض اوقات به نقض اصول یا پامال شدن اصول اساسی شریعت اسلام میشد. مثلا رواج بد، خب شما میدانید که بد چیست، یعنی مجبور کردن خانمی که از اقربای نزدیک مجرم بوده باید با اعضای خانواده مجنی علیه ازدواج کنه، ازدواج جبری، و این واقعا که مخالف شریعت اسلام و حقوق بشر می باشد. مسئله دوم این بوده که تصامیم عدالت غیر رسمی الزام‌آور نبوده و حکومت افغانستان و یا محاکم افغانستان او را به رسمیت نمی‌شناختند. بنابراین وقتی که جوانب مثبت و منفی را ما تحلیل کردیم و مسوده گزارش را به بورد مشورتی خارجی و داخلی تقدیم کردیم، نظریات مختلف و به اصطلاح عکس‌العمل‌های مختلف ظهور کرد. بعضی‌ها گفتند که جرگه‌ها و شوراها عدالت رسمی در نظام دموکراتیک جمهوری اسلامی هیچ جای نداره و باید لغو بشه، یعنی الغا. یک انتخاب بود و یک نظر بود. بعضی‌ها میگفتن که مخصوصا مسئولین قضایی و عدلی که جرگه‌ها و شوراها در بعض موارد مهم است ولی باید تحت کنترل شدید دولت قرار گیرد و بالاخره محو شود، بخاطر که اینا نهادهای فیودالیست و نهادهای ما قبل مدرنیته است. بعضیا مخصوصا رهبری نهادهای حقوق بشر افغانستان اونا میگفتن که این نهادها باید هیچ مداخله‌اش به شکل خود گذاشته شود و به هیچ وجه جزء نظام عدلی افغانستان یا در حل مسائل جرمی و مدنی باید دخیل نباشه. حتی رهبرایش میگفتن که جرگه ها و شوراها ذاتاً، این کلمه یادم است، ذاتاً مخالف حقوق بشر است. ولی انتخاب چهارم پالیسی و انتخاب ما بود. ما که میدیدیم که جرگه ها و شوراها عدالت غیر رسمی جوانب بسیار مثبت داره، جوانب ترمیمی بسیار قوی داره و صحیح درست است که جوانب منفی هم داره. ما باید یک مدلی را به وجود بیاریم، یک طرحی را به وجود بیاریم که جوانب منفی عدالت غیر رسمی کنترل و جنبه های مثبت آن تقویه شود و ترویج شود و به خاطر عدالت کم هزینه‌تر و سریعتر و عدالت ترمیمی با وجود مخالفت نخبه های سیاسی و کسایی که تصمیم میگرفتن، ما این مدل را نشر کردیم و در گزارش کشور بشری افغانستان که از طرف UNDP نشر شد در 2007 به چاپ. ما نمیخوام که حرفای خود بسیار طولانی بسازم، ولی یک سوال پیدا میشه که عدالت این مدل ترکیبی چی است و چه قسم کار میکنه. ما گفتم عدالت نهادهای سنتی یا عدالت و طبعا نظام عدلی افغانستان و همچنان نهادهای نوظهور حقوق بشر و حقوق زنها به شکل قوی وجود داشته ولی یک با دیگر هیچ نوع هماهنگی نداشتن، هیچ نوع گفتمان بینشان نبود. ما کوشش کردیم که روابط نهادمند و معنادار بین نهادهای عدالت غیر رسمی یعنی جرگه ها و شوراها، عدالت رسمی دولتی و نهادهای حقوق بشر به طور ایجاد کنیم که جوانب منفی عدالت سنتی یا غیر رسمی تحت نظارت و کنترل بیاید
ولی جوانب مثبت و ترمیمیش ترویج شود و تقویه شود. به عبارت دیگر میگه خلاصه مثلا در 2 دقیقه استاد مصطفی گرامی، مثلا ما پیشنهاد کرده بودیم که قضایای جرمی متوسط و کوچک، هدف ما جنبه ها و قباحت هاست و هم مسائل مدنی و قضایای مشخص خشونت خانوادگی و همچنان حقوق بشر و حتی جرایم جنگی با نهادهای غیر رسمی یعنی جرگه ها و شوراها محول شده و تصامیم جرگه ها و شوراها تحت نظارت نهادهای حقوق بشر اتخاذ شده. وقتی که این تصامیم جرگه ها و شوراها تحت نظارت نهادهای حقوق بشر مخالف شریعت اسلام نبود، مناقض قانون افغانستان نبود و منافی یا مخالف حقوق بشر نبود، در نزدیکترین مرجع قانونی که شورای حقوق یا ولسوالی یا محکمه محلی ثبت و الزام آور شود. مثل که این مسئله یا قضیه توسط محکمه رسمی فیصله شده بود. فایدهشان چی خود بود؟ اولی که تراکم قضایا در محاکم از تراکم قضایا بسیار کاسته خود شد و در این زمان عدالت سریعتر، عدالت کم هزینه تر، عدالت شفافتر و از همه مهمتر عدالت ترمیمی که نتایج آشتی و به اصطلاح ریکنسیلیشن بین اطراف قضیه می باشد. خب استاد محسنی، ما پوانتونی ها با خسته کن بودن شهرت داریم دیگه. من اینجا استاد توقف میکنم. شما میتونید درباره که پس چی شد بعد از این نتایج مدل چی بوده و با عکس العمل دولت افغانستان چی بوده؟ ما در خدمت هستم که در این مسائل در سوال جواب بحث کنم. بسیار تشکر پروفسور صاحب. صحبت‌های شما نه تنها خسته کن نبود که خیلی هم آموزنده بود. شما متواضع هستین، شکست نفسی میفرمایین. من سوال زیاد قبل از او عرض خوش آمدید دارم به همه دوستای بزرگواری که به ما افتخار بخشیدن و برای تجلیل و احترام از یک عالم و یک کتاب معتبر تشریف آوردن. خدا را شکر حدود 7-8 نفر از بانوانم در مجلس ما حضور داره و من امیدوار هستم که اینا هم سهم بگیره سوال بکنه. دکتر صاحب، در زمانی که این برنامه را شما میخواستین در افغانستان تطبیق کنین، به چی مشکلاتی روبرو شدین؟ خب کسایی که اینجا هست، افرادی که اینجا هست، آدمای فرهنگی است، نویسنده است، دانسته است، اینا میفهمه که یک قانونی است که بسیار به نفع خلق الله است و هیچ مغایرتی با قوانین اسلامی نداره. حالا که هیچ شما خیلی مشدد ساختم، شاید همونطور باشه، شاید هم در بعض جاها یگان مشکلی بتونه کسی بگیره. چی مشکلات فرارایتان بود؟ دینمی مورد اگر گپ بزنین با سوال دیگه دوستا رو میگیرید. تشکر استاد محسن بزرگوار. سوال خوب، جواب سوال بسیار دراز است. ما در چند دقیقه اجازه باشه خلاصه میکنم. شما 4 دقیقه خوب است؟ 4 دقیقه خوب است. البته ما در مجموع 90 دقیقه وقت داریم دکتر صاحب. میدونم در 4 دقیقه خلاصه میکنم. باز اجزای دیگه اگر شاید در سوالای دیگه جواب بتونم. بسیار گزارش که نشر شد در نیویورک، در کانتیننتال نیویورک افتتاح شد و رئیس UNDP آمده بود، آقای کرزی آمده بود، باز اینا در جای دیگه مصروف شدن. چون یک از گزارش‌های بسیار معتبر در هر کشور، UNDP یک گزارش ملی را در یک موضوع معین تکمیل میکنه و نشر میکنه به خاطر اصلاح. اونجا نشر کردیم وقتی که آمدیم به کابل. در کابل به حضور محترم دانش صاحب، وزیر عدلیه بودن و وزیر صاحب تحصیلات عالی و رئیس پوانتون کابل دکتر صاحب اشرف. دوباره افتتاح شد در تالار سید جمال الدین افغانی را پوانتون کابل در کتابخانه. 2 روز بعد رئیس پوانتون بر من زنگ زد که شما را از طرف محکمه خواسته و لحنشان بسیار چی بود؟ گفت والا اینا کم بسیار آزرده هستند، شما را فردا میخواین. گفت اینا میگن که اشتباه شده در گزارش. خلاصه میکنم یک از زمان رئیس کی بود دکتر صاحب؟ رئیس دکتر صاحب عبدالرحمن اشرف. بله مهربانی صاحب. باز ما و خونامش میگم چون همکار ما بود دکتر صاحب داوود صبا که باز وزیر معادل صلاح شدن. هر دوی ما رفتیم
بستر هم حکم اولین دفعه بود $1 کلان ششتیم. خب قاضی صاحب، پوهان صاحب، اونا گفتن که گزارشتان واهی است. گفتم چطور صاحب؟ گفت یعنی شما چطور میگین که محاکم یک از فاسدترین نهاد است؟ گفتم پوهان صاحب من نگفتم، میره مردم گفته 6,000 مردم تحقیق شده 6,000 تحقیق شده. اونا گفتن که نه باید همه مردم را مصاحبه میکردیم، ایرا با کمال امانت و صداقت میگم. گفتم پوهان صاحب ما علوم اجتماعی خواندم، ماسترین در جامعه شناسی است و این سمپل 6,000 بسیار سمپل کلان است و باز ما یک سمپل 3,000 نفری دیگر هم. خب یک کس دیگه گفت نامش نمیگم چون حالا از قضات عمده مهم چون قید حیات است. اونا گفتن که ضد اسلام است. رئیس اداری است در محکمه که از دانشمندا بوده دیگه، دانشمندان نسبتا جوان و فارغ الازهر. اونا گفتن که شما چرا چیزای خوب در باره چی نگفتین در دستاورده های محکمه؟ ما گفتم دکتر صاحب ما خو شما گزارش خواندین یا نخواندین؟ دستاوردهای شما رو در مورد بحث کردیم. چیزی بسیار جالب بود. قاضی گفت که حقیقا با ما خو میدیدین. ما گفتم با شما 1 ساعت مصاحبه کردم در پروسه تحقیق، از یادش رفته بود. ما امی سوال کردم، گفتم امی گزارش کسی نخونده؟ پلوی چپ ما یک از قضات عمده که سخنگوی سر محکمه بود او گفت شما باید در این شورا، میدن که شورای عالی سر محکمه سی طور حرف باید نزنین. گفتم من فقط سوال کردم. خب هر صورت ما از هر کلمه دفاع کردم. چیزی که بسیار واقعا نامید کننده بود، قضات صاحب رئیس سر محکمه پیشنهاد کرد که ما برایتان در اینجا یک دفتر میتونم و شما یک سپلمنت، یک چیز اضافی، یک نمی‌فهم سپلمنت چطور ترجمه میکنیم، یک بخش دیگه در گزارش مربوط گزارش نوشته کنیم و چیزات خوب بگوییم. وقتی به اساس چی؟ تکمیلی، یک چیز تکمیلی، تکمیلی. دقیقاً دکتر صاحب، تکمیلی. ما گفتم خود چند هفته نمیشه، خب ما باید باز برم به 32 ولایت. اینا که فهمیدن که ما از هر کلمه دفاع میکنم. یک چی آمد، تلویزیون کرو، تلویزیون ملی، ما چون نو کابل رفته بودم نمیفهمیدم و سر ما بسیار فوکس کرد. خب خلاصه ما بیرون شدیم و امی فضا خوب نبود. ما که رفتم، خلاصه میکنم محسن صاحب فقط بنی گپ نیست صاحب، شما تشکر. وقت داریم بفرمایید. من فقط به خاطر اینکه که ما با چه قسم نهادهای عدلی سر و کار داشتیم و کاملا با کمال صداقت و امانت میگم. خانواده من نبود، ما در خانه سازمان ملل بوده باش داشتیم. کسی برام زنگ زد گفت میدونی که در تلویزیون چی گفته میشه در مورد گزارش شما؟ اینا میگن که شما اعتراف کردین، شما رفت به سر محکمه و ما گفتم بله رفتم. گفتن میگن که شما اعتراف کردین که گزارشتان غلط بوده. ما بسیار گفتم بسیار تعجب است، از کلمه ایشه دفاع کردم. شاید دکتر صاحب سبا هم گفت ما بشنم و رو شاهد بود. باز چیزی که بسیار جالب بوده، یعنی تلویزیون طلوع نمیفهم نمبر ما از کجا کردن، ولی ما زنگ زد و اونا گفتن که عین سوال کردن. گفتن شما راستی گفتن که در گزارشتان نقص وجود داشت و غلطی بود. دیگه ما خب ما همین پوانتونیا بسیار دیپلمات نیستیم. ما کمی چیم شدم، ناراحتم شدم. گفتم ما تعجب میکنم که نو قاضی دروغ میگه، اما بزرگترین قضات نو اما اعضای سر محکمه دروغ میگه. اما بدون مراعات اخلاقیات ژورنالیسم طلوع اما حرفا مستقیم نشر کرد. من خبر نبودم. و فرداش شد باز دوسیه شد و باز با آقای کرزی مثلا گفتن که باید محاکمه شوه و فکر میکنم جرمش دکتر صاحب سعید میدونن منافع عامه جرمه که و قضات برنا گفتن که بزرگترین ضربه ای که جرم علیه امنیت عامه، امنیت دقیقاً و تقریبا چیشون زندانش 20 سال میشه. خب این دکتر صاحب محسنی صاحب بسیار تفصیل نمیتونم. بالاخره یک از همکارای ما که با ما در UNDP کار میکردم و مسئول پروژه ما، اونا در دفتر آقای کرزی کارمند بسیار، در خود دفترش کارمند بسیار معتبر شد. باز اونا رئیس صاحب جمهور قناعت دادن که در
گزارش بسیار به شکل دقیق و تحت نظارت یک کمیته بسیار معتبر که او خانم نرگس نهان، خانم شکویا بارگزای، دکتر صاحب راموز و سرمال صاحب سابق و محمد فرید سرمال صاحب و آقای میاخیل که باز وزیر داخله شدن تحت نظر از مردم شده. در این غلطی نیست، سرم کم غلط فهمی وجود آمده. باز بعد از 3 ماه به اصطلاح امو دوسیه را بسته کردن. دیگه این یک سلامت بوده که امو خلاصه ایش است، اما این پروسه این جنجال بسیار بزرگ بوده، بسیار طولانی بوده. بسیار تشکر صاحب. خب عالی، ما خدمت دوستایی که تازه تشریف آوردن عرض میکنم که برنامه در 2 قسمت ضبط میشه. هر قسمت 45 دقیقه است. ما در قسمت اولی 45 دقیقه هستیم. لطفاً برای سوال آمادگی بگیرین. ما عرض خوش آمدید به همه دارم، مخصوصاً بانوان گرامی. و یک نفر آیفون است، اگر نام خود برای ما بگویه که من نوشته کنم ممنون میشم. امینی صاحب سوال شما را بگیریم. ضمن سلام و احترام به علم و دانش و زحمات جناب پروفسور صاحب که از فرمایشاتشون استفاده کردیم، فقط 2-3 تا سوال توضیحی دارم که خوب ذهن نشین شاورم. اولی که عدالت ترمیمی، تشریحاتی که دکتر صاحب فرمودن چیزای دستگیر ما شد، ولی در تعریف نفهمیدیم که عدالت یا عدالت با قید ترمیم چگونه تعریف میکنیم. دوم، موضوع ترمیم دکتر صاحب سرش فوکس کرد که تقریبا ریکانسیلیشن است و آیا امکان داره که عدالت همیشه ریکانسیلیشن باشه؟ اگر قرار است عدالت قسم برگزار شود که مجرم مجازات شود و قربانی جرم ازش دلجویی شود، در اینجا آیا امکان داره ریکانسیلیشن به وجود بیاید؟ آیا امکان داره دو تا با هم سازش کنه؟ یا مثلا حقی از کسی ربوده شده، یا کسی مثلا سارق است، یا کسی مسروق نعلیه است، بین از دو تا اگر عدالت حکم کنه، خب معنیش است که مال از رو بگیره و به دست خودش برسانه. پس اینجا سازش و ترمیم در اینجا فکر کنم با عدالت سازگار نخواهد باشه. سوم نکته که دکتر صاحب زیاد فوکس داشت، سرش تکیه داشت، که عدالت ترمیمی با احکام شرعی در منافات نیست. آیا در عدالت ترمیمی شما خشونت هایی که مربوط به برداشت از مربوط میشه به نوع برداشت از شریعت، یا میشه گفت نوع تلقی از شریعت یا تفسیر از شریعت که خیلی اشین و با حقوق بشر امروز سازگار نیست، مثل سنگسار و امثال اینا، عدالت ترمیمی شما در این مورد هم میکشه که دل شرع در دست بیاره و آزرده نشوه، یا ای که در این موارد نظر دیگه ای داشته باشین؟ همین 3 مورد اگر لطفا توضیح بفرمایید از خدمتون خوشحال میشم. ممنون. بسیار شکر صدامیدی و سوالای بسیار جاندار و مهم بوده. خدا کنه که من جواب داده بودم. خب عدالت ترمیمی در حقیقت یک دیدگاه نو است که در تقریبا 30-40 سال گذشته ظهور کرده و این دیدگاه به شکل قوی عدالت جزایی که در تمام دنیا مروج است تحت انتقاد میگیره، تحت نقد میگیره و انتقاد میکنه. و علت چیست؟ یکی از علتهای چیست که عدالت در قرن 18 و 19 مونتسکیو، روسو و جان لاک و اینا رهبرای مکتب یا مدرسه کلاسیک عدالت جزایی و جرم شناسی، اینا به این عقیده بودن که وقتی که مجرم جزا ببینه، جزای متناسب و با وقت، جرم کم میشه و مجرم اصلاح میشه. ولی نتایج برعکس بود. وقتی که یک کسی که مرتکب جرم میشه، او را از بجای ازی که او را در آغوش بگیریم، شاید او خودش قربانی مجرم، شاید خودش قربانی شرایط خاص باشه، او را دوباره از جامعه میرانیم و بعد از که بیایه باز هم داغدار می باشه. بنابراین چون جرم روابط را تخریب میکنه،
اجساد را تخریب میکنه، ملکیت ها را تخریب میکنه. عدالت ترمیمی اصرار میکنه که ما باید کوشش کنیم که آیا ترمیم این روابط، ترمیم جبران خسارت آیا ممکن است یا نیست. و این عملا در کشورهایی که تطبیق شده نتایج مثبت داده. و جز دوم سوالتان که بسیار مهم است، شما فرمودین که آیا در همه مسائل باید آشتی صورت بگیرد؟ نه خیر. و عدالت ترمیمی درباره آشتی نیست. این معنای بسیار تنگتر عدالت ترمیمی است. من در تعریف گفتم که این یک پروسه دیالوگ و گفتمان بین جامعه محلی، مجرم، مجنی علیه. اینها کوشش میکنه که راه حل برای مشکلی که جرم با وجود آورده پیدا میکنه. اگر اینا تصمیم بگیره که این کسی که مرتکب جرم شده بدون مجازات شدید دیگر راه حل نیست، این هم یکی از اوتکم‌های به اصطلاح عدالت ترمیمی است. اما در اکثر اوقات در نتیجه تفاهم و دیالوگ مجرم مجنی علیه به یک راه حل ترمیمی میرسه، در بعض حالات نمیرسه و در صورتی که نرسه باز بدون شک جزا خودش میتونه هدف عدالت ترمیمی باشه. و چه سوال سومتان است، خب متاسفانه تفسیرهای مختلف از شریعت داره و شما هدفتان وظیفه در افغانستان است و ما به هیچ وجه موافق نیستم و این با عدالت ترمیمی هیچ رابطه نداره. در عدالت ترمیمی آیه واضح قرآن شریف است و صلح و خیر و اما جزا خیر نیست. و این در حقیقت تحقیقات فعلی هم نشان میده که وقتی که مجرمین از راههای ترمیمی در کشورهای غربی پروسس میشه نتایج بهتر است با مقایسه مجرمین که از طریق زندانها یا اسلام میشه یا مجازات میشه. امین صاحب خدا کنه که سوالتان جواب داده باشم و اگر نداده باشم باز انشالله در خارج برنامه حرف میزنیم. لطف دارین استاد، استفاده کردیم با جا بود. بله تا حد مطالب گرفتم، فقط در قسمت تعریف باز یک بار دیگر شما را در فرصت زحمت میتیم یا نوبت دیگر را نمیگیرم. چشم. بسیار ممنون. خب علی امینی شما بفرمایید. سلام علیکم. اولا بسیار خوشحال هستم که در این مجلس هستم. همه فرهیختگانی که اینجا هستن دانششان و علمیتشان برای ما این زمینه را مهیا می‌سازه که بیاموزیم. جناب دکتر صاحب وردک با نامشان ما آشنا بودم به خاطر که در سالهایی که اینا همراه UNDP کار میکردن ما مصروف خدمت به عودت کننده ها و بازگشت کننده های افغانستان در شورای پناهندگان نروژ بودم و احتمالاً اینا اطلاع دارن که اونجا بیشتر ما در زمینه زمین و ملکیت و دعواهای زمین و ملکیت مهاجرین همراهشون کمک میکردیم. دو سه سوال به ذهنم میرسه. یکی که در اون مدتی که ما در NRC هم خدمت میکردیم و یه بحث خیلی داغ بود به دلیل نقص گسترده حقوق زنان و حقوق بشر در مکانیزم های محلی حل و فصل اختلافات، معمولا ما اصطلاح عدالت را به کار نمی بردیم در مورد از اینا و اینا را مکانیزم های حل و فصل اختلافات می گفتیم، مثل شوراها و جرگه ها و اینا. شما دو سه بار لطف کردین و یادآوری کردین عدالت رسمی و عدالت غیر رسمی. سوال من این است که آیا همین اصطلاح درسته است که ما در مورد شوراها و جرگه های محلی هم اصطلاح عدالت را به کار ببریم؟ چون قبلا جناب استاد امینی هم یادآوری کردن که وقتی جرم اتفاق میفته معمولا در صدد جبران خسارت مبرای محکمه یایی که به اصطلاح به یک نحوی عدالت را بین مجرم و کسی که جرم بالایش اتفاق افتاده تأمین میکنه، در حالی که در شوراها بیشتر تاکید روی ازی است که اختلافات حل و فصل شود. سوال دومی که به ذهنم میرسه مرتبط است با امی، چقدر شما فکر میکنین که این مکانیزمی را که شما مطرح کردن یا مسئله عدالت ترمیمی در مسائل جرمی و جنایی میتونه مؤثر باشه؟ وقتی بحث حقوقی در میان است، وقتی بحث مسائل ملکیت و زمین اینا در میان است، تقریبا ترمیم یا جبران خسارت به یک نحوی ممکن هست. اما وقتی که فرض کنیم یک کتله عظیم از مردم کشته شده و جنایت به شکل بسیار کلان صورت گرفته،
آیا در اونجا هم عدالت ترمیمی میتونه کار انجام بده برای مردم؟ یک جان تشکر، بازم خوشحال شدم و در خدمتتان هستم. بسیار تشکر، بسیار تشکر. و من یادم است که NRC هم از این مدل در وقتا بسیار انتقاد شد و خب زندگی ما خطر بود. باز NRC از ما طرفداری که یک خانم بود اصلا پولندی بود، ما با اونها مسابقه کردم و جولیان هم باشه یا با NRC کار میکنم. به هر صورت به سوال اولتان من کاملا موافق هستم که در مورد اصطلاحات عدالت رسمی و غیر رسمی، عدالت سنتی، عدالت عرفی، عدالت community based dispute resolution، دیگه اختلاف بین دانشمندا است. من به خاطر آسانی کار ما عدالت از کلمات عدالت رسمی و غیر رسمی استفاده کردم. در بعض اوقات در اکثر نوشته‌های ما در حقیقت از عدالت دولتی و غیر دولتی استفاده کردم. دیگه این کلمات است که 100% به اصطلاح حاوی محتوای این مکانیزم ها نیست. مثل عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی این در حقیقت ترجمه دقیق restorative justice نیست، چون دیگه معادل نداشتیم، دیگه از او استفاده کردیم. دیگه من موافق هستم که کلمات تا حد تخمینی است. هیچ مسئله در جرایم عدالت ترمیمی بیشتر در جرایم از او استفاده میشه تا حل و فصل مسائل مدنی، و به خاطر از اینکه در مسائل در قضای جرمی قربانی وجود داره و من موافق نیستم. استاد شما فرمودن که محکمه بین مجرم و مجنی علیه دخالت میکنه و مسئله را به شکل حل فصل میکنه که به نفع مجنی علیه باشه. در حقیقت مجنی علیه در عدالت دولتی دولت‌های پیشرفته مثل امریکا و انگلستان فراموش شده است، در حالی که عدالت ترمیمی تمرکز بالای مجنی علیه است، بالای قربانی است. و یک چیزی که شاید بر شما و اکثر مشاهدین در اینجا یک کمی به اصطلاح انگلیسی پرووکاتیو باشه، من به یک قید هستم که عدالت جزایی با عدالت جزایی در کشورهای پیشرفته کپیتالیستی همه شهروندان دسترسی مساوی ندارند. کارمارکس راست گفته بود در این مورد. در جامعه‌ای که فرق بین طبقات بسیار کلان باشه، اعضای طبقه پایین با عین سویه عدالت طبقه بالا با عدالت دسترسی نداره. یک مثال کوچک میگم که بدون از اینکه بسیار گپای طولانی بگم، شما اگر در انگلستان زندگی میکنین، در انگلستان کسی که جرم کنه باید وکیل داشته باشه، وکیل میگیره، و اگر دو نفر مرتکب جرم شوه، یکی از طبقه بسیار بالا، او میتونه یک وکیل بسیار مجرب، بسیار فهمیده، چون این نظام adversarial justice میگه، در اینجا جنگ بین قرینه ها و شواهد و استدلال های حقوقی است، و کسی که مجرب است، حقوقدان مجرب، وکیل مجرب، او بدون شک برتریت داره به کسی که به خدمات حقوقی مراجعه میکنه. و ما ایرا تجربه میکنیم که در کسایی که از خدمات حقوقی استفاده میکنه، کارکنان خدمات حقوقی از تنبلترین، بی تجربه ترین کارکنان هستند. بنابراین آیا همه اعضای جامعه یکسان به عدالت دسترسی دارند؟ ندارند. و این واقعا انتقاد است. این قابل تعجب نیست که در امریکا مثلا سیاه‌پوستای امریکایی یا امریکایی افریقایی 5 برابر تناسب محکومیتشان و در زندانها 5 برابر امریکایی سفید است. وقتی در انگلستان در اواخر مسلمانان 3 برابر غیر مسلمانان در زندانها به سر میبرند. در اینجا مسئله طبقه، تبعیض و مسائل داخل هستند. ولی در عدالت ترمیمی حتی در انگلستان بعضی پلیس و حتی زندان ها استفاده میکنه. در اینجا اعضای جامعه محلی مجرم و مجنی علیه به شکل جمعی تصمیم میگیره که مسئله به اصطلاح طبقاتی در جزئیات مطرح نمیشه. خدا کنه که سوالتون جواب گفته باشم. یک جان تشکر دکتر سید. ممنون. خوش میکنم. دوال علی ده او دوال واردک ده خدای مپرده کنیم. خوب سید. آلی اگر اجازه سعید صاحب و کاظمی صاحب و فایزی صاحب باشن، نوبت اول به دکتر صاحب کریمی بتیم که یک بانو است. باز جواب سوال دکتر صاحب در بخش دوم میگیریم، وقتم رو به اتمامه. کریمی صاحب بفرمایید دیگه. سلام به همه. اونا اجازه دارن؟ کلگی اینجا فمینیست است، اجازه میده. بفرمایید.
با اجازه شما سلام به همه. تشکر از آقای استاد وردک. از صحبتایتان خیلی استفاده کردیم. اگرچه نشوه به سوالاتی که آقای امینی و علی امینی گفتن استاد جواب خیلی قانع کننده داد. میخوایم یک چیز کوچیک اضافه کنم به اونجا که در عدالت فعلی یا جزایی مجرم کاملا فراموش میشه و جامعه فراموش میشه. در عدالت جزایی هر جایی که دنیا دو چیز فراموش میشه، قربانی و جامعه. در عدالت ترمیمی توجه بیشتر سر قربانی و جامعه است که چه قسم هویت شدن دوباره پس بتیم، چه رقم ضررهایی که برشان وارد شده دوباره کم کنیم، کم رنگ کنیم، چه رقم پس در جامعه بیاید. اینا هیچ وقت از جرم، از accountability یا گریز از مسئولیت نیست. یعنی همیشه مجرم چی میشه؟ به جزای خود میرسه و نه در عدالت های دیگه تنها فوکس سر مجرم است یا توجه سر مجرم است. در عدالت ترمیمی توجه سر قربانی و جامعه است. این قسمت مهم است که در عدالت های رسمی یا عدالت جرمی توجه نشده و امیدوار است مردمی که سر رستورتیو جستیس یا عدالت ترمیمی کار میکنه که مسائل را که استاد وردک گفت که دسترسی به عدالت و نداشتن یا مثلا تعصبات طبقه‌ای نژادی اینا کم رنگتر شود. به او خاطر این عدالت امیدوار است کسایی که سر عدالت ترمیمی کار میکنه که این مسائل بیشتر شود. و سوال من است که اکثرا کسایی که کتاب می نویسه تحقیق میکنه این به صورت عمومی بسیار دورنماهای خیلی خوب را میسنجن یا فکر میکنن که اکثرا از واقعیت‌های جامعه ممکن دور باشه. مثل که آیا عدالت ترمیمی ممکن است در شرایط گذشته، حالا که طالبان اصلا دربارش صحبت نمی‌کنیم، در مو شرایط بستر اجتماعی افغانستان گذشته آیا عدالت ترمیمی با واقعیت‌های اجتماعی ما تطابق داشت؟ اگر نداشت چی راه‌هایی را داشتیم که اونا را تطبیق بتیم یا تطابق بتیم با هم که واقع بینانه تر فکر کنیم به خاطر تطبیق عدالت ترمیمی در جامعه‌ای که بستر فرهنگی و بستر اخلاقیش زیاد روی حقوق بشر نیست. چه رقم ما میتونیم این کار انجام بدیم؟ تشکر دکتر صاحب. و با اجازه پروفسور صاحب وردک جواب سوال دکتر صاحب سمیه را در قسمت دوم میگیریم. بیننده های گرامی تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. ما به آزادی اندیشه و آزادی بیان باور داریم و دمی راستا کار میکنیم. برای حل معضله یا بحران وطن محبوب ما افغانستان معتقد هستیم که مجموعه ساکنین افغانستان شدیداً نیاز به گفتگو دارد. رادیو کتاب دریچه‌ای است در جهت تحقق این امر. با کمال تواضع از تمام دانشمندایی که حضور به هم رساندن تشکر میکنم و از بیننده هام توقع دارم که وقتی برنامه پخش میشه با انتقاد، پیشنهاد و سابسکرایب رادیو کتاب یاری کنم. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.